زیلان دوباره تاج سر شد. حامله که شد قریش رو یادش رفت چی کارا کرده. آره به خدا منم میخواستم همینو بگم. کم مونده زیلانو بذاره رو سرش. آره آفرین حسابی اعصابمو خورد کن. بذار دیوونش هم یه کاری دست خودم بدم. خیلی خوب عصبانی نشو. هر چی دیدم میگم. تو هم باید سعی کنی هر چی زودتر حامله بشی. ها؟ خودم میدونم چی کار کنم. لازم نیست تو بهم چیزی بگی. انگار بازم دیر کردم، اما این دفعه نرو. منتظرم باش. تو هم یه زندگی منی. همین چیزو برای تعریف میکنم. مطمئن باشی نفس سر قولم هستم. خیلی دوست دارم. منم دوست دارم. منم دوست دارم عزیزم. منو ببر. درو خدا منو ببر. صبح بخیر. صبح بخیر. شب اومدم دیدم خوابت برده. لباساتو من در آوردم. یه وقت عصبانی نشدی که؟ میخواستم تو راحت بخوابی. نه لطف کردی، مرسی. عمر از دستم عصبانی شدی. میدونم. ببخشید دیگه تکرار نمیشه. هر کاری تو بگی انجام میدم. باشه دجله، لطفا کشش نده. عصبانی نشدم. خب پس از دست کی عصبانی؟ از هیچ کس. من صبح عصبانی بیدار میشم. لطفا بهم گیر نده. خب من از کجا بدونم؟ خب حالا دیگه میدونی.
آفرین مادر، آفرین. بهترین غذاها رو بپزین. آفرین. ببین خلیل، چون به تو نمیتونم نه بگم دارم این کار رو میکنم، وگرنه نه اون دختره نه مادرشو تو خونه راه نمیدادم. مادر بهت میگم اینطوری حرف نزن دیگه. اگه ادامه بدی حسابی میانمون شکراب میشه ها. هر کی تاج سر منه تاج سر تو هم میشه. خسته نباشین خانما. ای والله. خیلی ممنون. دختر بس دیگه، گریه نکن. باید بریم، مجبوریم. مگه خودت نمیگفتی بریم؟ داریم ما هم میریم دیگه. من میرم بانک پول بگیرم، بعدشم میرم بازار چند تا کار دارم. تا من میام آماده شو. دارم قفل میکنم، حواستو جمع کن. سلام خواهر، قدیر بزبیلر هستم. آره میدونم، بفرمایین. اومدم دیدن جیلان. دارین میرین، نمیتونه بیاد سر کار، باید بیاد هتل واسه تصفیه حساب. جیلان کیه؟ یعنی چی؟ جیلان اینجا زندگی نمیکنه؟ همون که مادرش خیاطه؟ 40 سال اینجا زندگی میکنم. جیلان نداریم. تا جایی هم که میدونم تو این کوچه نیست. حتما اشتباه کردین. آره فکر کنم من اشتباه کردم مادر جان. باشه، خدا نگهدار. تحویل بگیر. تو کی هستی دختر؟ کی هستی؟ پسرم یه لحظه صبر کن عزیزم. بله مادر. پسرم امشب باید بریم خونه پهلوانی ها واسه دستبوسی. عقدم هی عقب میندازی، درد سر میشه. یه کاری رو شروع کردیم تمومش کنیم. مادر ممکنه خلیل تو این کار دست داشته باشه. نمیشه پسرم، خلیل آداب و رسوم میدونه. آشتی کردیم، عروسی گرفتیم. اگه کار اون باشه کسی ازش حمایت نمیکنه. ولی همینطوری هم نمیشه ادامه داد. ما وظیفمون رو انجام میدیم، سرمونم بالا میگیریم. بیا به حرف مادرت گوش کن. امشب بریم دستبوسی. بذار فیدان ساکت بشه، همش داره پیغام میده. باشه مادر باشه. حالا دیگه برم کن برم. لیلا جون بیا مادر بشین یکم با هم حرف بزنیم. لیلا بیا. راستش لیلا هی میخوام بهت یه چیزی بگم، اما یه چشمت اشکه یه چشمت خون، نمیدونم چی کار کنم. میگم اگه از دست من به خاطر اون مرد شور برده ناراحتی بیماری. مامان من به خاطر عمر ازت ناراحت نیستم، اما دلخورم، دلگیرم. چطوری تونستی بهش بگی من با یکی دیگه مامان؟ خب گفتی نمیخوام، گفتم دست از سرت برداره، همین. دست از سر برداشتن با دروغ گفتن و خیانت فرق داره مامان. ای بابا مادر من، هر طور میخواد فکر کنه، تو به فکر خودت باش، از اون به تو هیچ خیری نمیرسه. برو حاضر شو، برو حاضر شو، میخوایم بریم، شب منتظرمونن. مامان باورم نمیشه منو با این حالم میخوای به زور ببری اونجا؟ آره مادر جون نریم چی کار کنی؟ میخوای شب تا صبح بشینی گریه کنی؟ به خدا بریم، واسه تو هم یه تنوعی میشه لیلا.
حسن تو رو خدا التماست میکنم حسن، هر کاری بخوای برات میکنم، اما دخترم رو ول کن. التماست میکنم. به خاطر دخترت که من کاریت ندارم. تو رو خدا حسن، تو رو خدا دخترم ول کن، تو رو خدا التماست میکنم. بس دیگه گلبهار، زنگ بزن دخترت پشت بیا. میخوام هر دوتون رو ببرم آدنا تا به خوبی و خوشی زندگی کنین. باشه؟ نمیزنم، بمیرم هم دخترم رو بهت نمیدم. دیوونه نشو گلبهار، کاری نکن که بزنمت. من که به هر حال دخترتو میگیرم، فقط میخوام با رضایت مادرش باشه، نمیخوام دعوا مرافعه. زود باش، بلند شو بچه‌ام. آدرس خونش رو پیدا کنید تا شب دختره رو بردارید بیارید. نه جیلان، به دخترم کاری نداشته باشی، به دخترم کاری نداشته باشی. وای همه چی عالی شده، دستتون درد نکنه، خیلی زحمت کشیدین. اختیار داری، نوش جانتون باشه. من عاشق خونتون شدم، معماریش عالیه، خیلی کلاسیکه، اما زیادی بزرگ نیست، تمیز کردنش یه ذره سخته نه؟ نه خدا رو شکر کلی کلفت داریم، اونا به همه چی میرسن. خانم معلم، بعد از غذا خودم خونه رو بهتون نشون میدم. خودت کمک کن. خان هنوز پیداش نکردیم، اما بچه ها دنبالشونن. به من باشه تا صبح تمومه. قدیر خان، قدیر خان، قدیر خان، گوشت به من نیست؟ آی جلیل جلیل، گوشم پیش توه، نگران نباش. ولش کن، بزن.
بازم دستتون درد نکنه، خیلی خوشمزه بود. نوش جانتون. من با اجازتون دستور پختشو میگیرم. باشه میدم. دستتون درد نکنه فیدان خانم، همه چی عالی. نوش جانت. من میگم که بریم یه قدمی بزنیم. نظر شما چیه؟ از دست تو دستی بسر. قبلشم باید یه خبری بهشون میدادیم. اشکالی نداره مادر، غریبه نیستن که. بفرمایید بفرمایید، از این طرف بفرمایید. شما هم بفرمایید. وای خدا به دور، این پسر دختره رو بلای جونم میکنه. قیافش نگاه کن تو رو خدا. مامان جون، دخترم خوش اومدین. داداشت هم برداشته این دختره رو با مادرش آورده اینجا، آبروریزی نشه. ساکت صداشو در نیار باشه. خوش اومدی قریشا، بفرما. خوش اومدی خانم دکتر. بالاخره با شوهرم آشنا شدیم. همسرم عمر.
خانم دکتر لیلا. ما قبلا با هم آشنا شده بودیم. جدی؟ آشنا بودی؟ تو افتتاحیه خانه بهداشت، اونجا آشنا شدیم. البته نمیدونستم شوهرته. خیلی شوکه شدم. آها، آره دیگه. راستش منم خیلی تعجب کردم شما رو اینجا دیدم. برای چی سراپا موندیم؟ بفرمایین بریم داخل. بفرمایین. مادر قریشا، ایشون فضیلت خانم هستن، مادر خانم دکتر لیلا. خدای خودت کمکم کن. نکن، بلم کنی، بلم کنی، بزنی نازنی، صاف کن ببینم. باید بیاد بگاه نگرش دار، بگیرش. خان، نگران نباش، خبرش میاد. او بیشرف ها رو پیدا میکنیم. کی جلیل؟ از کی؟ یه لشکری نتونستین 3 تا حرومزاده رو بگیرین. همه آدمامون رو جمع میکنین، اون هتلشون رو رو سرشون خراب میکنم. همه رو جمع میکنی میای پیش من. یمینه برو جاک، نگرش دار. برو جاک، رقاصی در نیار بابا. برو بینیم، برو بیرون، بلش بده. برو. چقدر خوب شد شما رو اینجا دیدم. خیلی کار خوبی کردین اومدین. مادر جون، ایشالا همیشه سالم و سلامت باشین. اما اگه دردی چیزی داشتین خانم دکتر به دادمون میرسه، مگه نه خانم دکتر؟ شما تازه تشریف آوردین اینجا؟ قراره چند وقت تو این شهر بمونین؟ تازه اومدیم، 2 سال باید بمونه. ترشه.
ایشالا تموم میشه. شاید خانم دکتر خیلی خوشش بیاد، برای همیشه بمونه. زندگی معلوم نمیکنه. معلوم نیست که چی پیش میاد. خیلی سخته برای کسی که نتونه به این راه عادت کنه. خیلی سخته. برای کسی که عادت به اینجا نداره سخته. ای وای، نگین اینطوری. خانم دکتر رو نترسونیم. خیلی هم آسونه، مگه نداداش؟ آره عزیزم، انشالله بتونیم تو شهرمون از خانم دکتر خوب مراقبت کنیم. وای خانم دکتر، خونتون شده مثل دسته گل. دیروز داداشم اومد دنبالم، یه سر زدیم. وای خدمتکارا اونجا رو انقدر خوشگل کردن که نگو. ای عمر، وایسا برات یه حوله بیارم. یا برو بیدیم. برو دنبالش دختر روانی من. عمر کجا؟ اونجا نیست که. دارم میرم هواخوری. تو هم برو تو. آها هواخوری؟ فکر کردم که دجله، گفتم برو تو. مامان دیر وقته، بریم دیگه. صبر کنین، چایی بخورین بعدش میرین. خودم میرسونمتون. نه نیازی نیست، خودمون میریم. بریم مامان. خیلی زود میخوایم بریم. نه صبح کار داریم، باید زود بیدار شم. بریم. کجا فرار میکنی زنی که میخوایم ببریمت پیش ننت؟ یه بار دیگه، فقط یه بار دیگه این دیونه بازی ها در بیاری یه گله خالی میکنم تو موقعت. را بیاب زنی که یلا. جیلان کیه؟ 40 سال اینجا زندگی میکنم. جیلان نداریم. تا جایی هم که میدونم تو این کوچه نیست. حتما اشتباه کردیم. جلیل، باید بگی یکی دیگرم پیدا کنم. کیو خان؟ تو هتلمون کار میکنه، اسمش جیلانه. مشخصاتشو در بیار. از این ور اون ور سوال کن ببین کیه، اهل کجاست، مادر پدرش کیه. دستور بده خان. دستور دادم جلیل، دستور دادم. این دفعه درست عمل کن. شما شوهرمو ببخشید.
چند وقت بی‌حوصله است. مشکلاتش خیلی زیاده. دیروز اون و برادرش از مرگ برگشتن. بعداً براتون تعریف میکنم. ولی خدا آرزومو برآورده کرد. یه بچه هم بهمون بده، دیگه هیچی ازش نمیخوام. انشالله قسمت شما بشه. خیلی خوب دیگه، بریم. دومادی، من دارم میرم مهمونا رو برسونم. از نظر تو ایرادی که نداره؟ خیلی خوب پسرم، ما هم بریم. فیدان خانم ممنون بابت همه چی، زحمتتون دادیم، دستتون درد نکنه. نه بابا چه زحمتی، شبتون بخیر. میبخشیم که سرزده اومدیم و خبر ندادیم. شما هم تشریف بیارین. قریشا اینجا قابل مهمونداری نیست؟ خدا رو شکر سرزده و نزده میتونیم از مهمون پذیرایی کنیم خانم. بریم دیگه مادر، بریم. برو دخترم برو، مواظب خودت باش. زحمت شما نشه، ما خودمون میریم. خانم دکتر، منزل ما هم تشریف بیاریم، مگه نه مادر جون؟ البته. حالا دیگه بیا بریم. یالا تکو مده خواتا بارا زنی که بارا باشم بادا. یالا شما دارین دور خودتون میگردین. شاید اون بیشرفا از مرزم رد شده باشن. همه جا آدم گذاشتیم خان، کاش دم مرز باشن، فوراً میگیریمشون. منتظر نباشین اونا بیان پیشتون. باید پیداشون کنین، باید برام بیارینشون. ماردین رو زیر و رو میکنین، زیر زمینم رفته باشن میارینشون. لازم باشه همه جا رو داغون کنین. پیداشون میکنی، فهمیدی؟ پیداشون میکنی. به خدا قسم همه تونو میکشم. اگه پیداشون نکنین میکشمتون. برین! به جنبین، عجله کنین. چیه زیلان؟ چی شده؟ خوبم قدیر جون، نگران تو هم. خونم خالیه. مادر و برادرت واسه دستبوسی رفتن خونه یه پهلوونیا. به خدا خیلی میترسم یه بلایی سرت بیاد عزیز دلم. پس رفتن خونه پهلوانیا ها؟ باشه، مشکلی نیست، من دارم میام، نگران نباش. تو نیایی که من خوابم نمیبره. دارم بهت میگم قلبم داره تالاب طلوع میکنه. به خدا دارم از ترس میمیرم. به خاطر حاملگی وسواسی شدم، میترسم. باشه زیلان جان، باشه، اومدم. فعلا خداحافظ. پس جلیل، ما هم بریم خونمون دیگه. رابیا اینجا بابا ایسا اسلام بخیر. حساب کوچولو با هم داریم. جونم خوشگلمم. بریم. شما اینجا واسین، من با این کار دارم. آی داداش چیکار میکنی؟ رئیس گفته برش داریم بیارین. نکن داداش، من میره به رئیس اون میگه چیکار کردی. بریم. کن داداش، نکن بابا، جا رئیس چی بدیم؟ بیا بارو تو ات میگم. دیوونه. دختر اینطوری نگام نکن. به خدا من بهت تهمت نزدم، من تقصیر ندارم. تو رو خدا به من میاد از این کارو بکنم؟ آخه تو ببین منو، اصلا ممکنه به من بیاد. میدونم. یعنی میخوای بگی تو گردن من و تو اتاقم نذاشتی؟ خدا. پس آبجی امینه چی میگه؟ برای اینکه کار خودشه. از تو خوشش نمیاد. اون قبلا به من گفته بود اینجا جای اون نیست. ای بابا، تو این خونه یکی چش دیدن تو رو ندارن، یکی هم منو.
عروسشونم که باشم دختر رعیتم. چش ندارن ببیننم، اما اب نداره، باید دست به دست هم بدیم، از پس همه‌شون بر بیایم. فهمیدی چی گفتم؟ دیدی قریشو هم میدونه حقیقت چیه اما هنوز پشت همین است. خب چرا؟ چون چند سال کلفتشه. خدا میدونه چه چیزایی که راجبش نمیدونه. اگه قریشو حرف منو باور نمیکرد منو میبخشید، وقت منو میذاش رو سرش. خودت میدونی. آبجی همینه، برام شیر گرم کن، غذا آماده کن، قدیر داره میاد، گرسنه نخوابه. برای صبحونم برک درست کن، باشه؟ برک خیلی دوست دارم. باشه چشم، درست میکنم. چه مدلی؟ نمیدونم که صبح دلم چه مدلی میخواد، اما بذار فکر کنم که صبح چی میخوام. نمیدونم چی دوست دارم. تو از همه چیش درست کن، گوشتی، سیب زمینی، پنیری، خب همه چی دیگه، باشه؟ خب شبت بخیر. خوبه دیگه، تا این بزد ما داستان داریم اینجا. تحمل کن، پس وظیفت چیه؟ شاید اصلا نمیخواست عروسی کنه، شاید خانوادش پسره رو به زور وادار کردن، ولی خدا آرزومو برآورده کرد. یه بچه هم بهمون بده، دیگه هیچی ازش نمیخوام. خیر خانم دکتر، چقدر تو فکرین؟ کجایین؟ نه اینطور نیست، خستم. خواهرتون ماشاءالله خیلی خوشحال بودا. تازه عروسی کردن؟ بله تازه است. در واقع ما خیلی به این عروسی رضا نبودیم. قریشا خانم و پدر مرحومم توافق کرده بودن. داماد ما خیلی اهل اینجا نیست، اهل گشت و گذار تو استانبوله. بچه قرتیه دیگه، اما چاره ای نیست. چی کار میشه کرد؟ باید قبول کرد. انشالله به پای هم پیر بشن، انشالله خوشبخت بشن، قسمت همه جوونا بشه. مادر قریشا خانم، به نظرت میونه عمر و داداشم خوب میشه؟ ولی خداییش داداشم امشب هیچی نگفت. دخترم بهتره همه چی رو قاعده انجام بدیم، با بقیه‌اش هم کاری نداشته باشیم. به این چیزا هم دیگه فکر نکن. خانم دکتر واسه داداشم خیلی خوبه، به خدا خیلی خوشحاله. خب دختر تحصیل کرده است دیگه، داداشم رو رام میکنه. میگم چطوره یه شب شام همه رو دعوت کنیم خونمون؟ هر کاری که دلت میخواد نمیتونی بکنی دجله. بس دیگه، تمومش کن. صادق غاز بده برو دیگه. این همه رفتیم 2 قدم راه تموم نشد.